که ناگهان در وجود کس پیدا می شود. وقتی که تو به دختری عاشق می شوی خیال میکنی که جهان در دست توست. اگر با دختری دوست داشته‌ات رسی و اگر که نه کپا دود میکنه. سلام جراجان عزیز و مهربانی ما. امروز میخوام قصه عاشقی که من از سری خود گذراندم برای تو نقل کنم. تکشتو سر کردیم. اولین عشق من در دوره مکتبی با یک همسینفم بود. وی همیشه میخندید و درس ها رو شوق آور میکرد. وقتی که به دوسکا برآمده کتاب میخوند ما خیال میکردیم که برای ما شعر عاشقی خوانده سای. وقتی تنفس از پشت درخت ما او را نگاه میکردم اما دخ نمیکردم نزدیک شوم و گویم که تو ما گنده معقولی. نه که ما آرزو میکردم که ما یک روز با همدیگر توی میکنیم. اینه که یزنا گنده کراساوچیکای. آها خاک خنکای. خانه که خود را میسازیم و خوشبختانه با کودکانمان در آنجا زندگی میکنیم. از بین ماه‌ها گذشت، سالها گذشت، ما مکتب را ختم کردیم ولی من نتوانستم راز دل خود را با آن دختر گویم. این یک عشق نه آغاز شده بود و نه انجام شده. مشروکه 2700 سالگی شهر کلاب. در مشروکه ما باز با یک دختر دیگر عاشق شدم. رقصیدن و خندیدنش هیچگاه از یادم نمی رود. راستی گپ خنداش دل ما بود و من به هر راه خواستم دلش را یابم. شب خواب نرفته برایش خط نوشتم. بغیر از خط یک رسم دل خوشرو کشیدم و در این کنورت گذاشتم. سحر خواستم خط را به دستش دهم اما نتوانستم چون که همراه دوگانه اش بود. دوم روز هم همین خیل، سوم روز هم، چهارم روز هم. کارش یک هفته همین خیل دوام کرد. طاقتم تاق شد و گفتم سر قد دوگانش میه، قد مادرش میه، قد آتش میه، من فرق نداره. من باید همین خط با همون دختر تیم. سحر رفتم در حولی مکتب همون دختر منتظر شدم. یکی میبینم که خودش طاقه آمده سای. من خیلی آگاه وقتم بلندی کرد. حاضر ختم میتیم اگر ها بگه همه گره نمیشود. لیکن تا چند نزدیک میشد تا چند وهم ایدیل ما دور نمیرفت. با سرم صدها فکر می آمد. ورودی یک دختره که خوشنو آمده سای اما در نظر من مثل فرشته مرگ بود. های پیش نظرم گذشته رفت من خط دادش نتونستم. دیر نگذشته من ششته خط خود را خوانده ایستاده بودم که یک خلیگان قبض زد و گفت چی ای؟ اوه تو با فلانی خط نوشته؟ مریجا؟ بچه ها بینی؟ حسین با فلانی خط نوشته. کوکلکوت بسته کتک لوبی گل دسته. یارم با تو من دل بسته از عشقت مجنونی خسته. غم نخبره جان من خودم برده خط نمیرسانم. نه نخی کارم. یک مرغای من گوش نکرده دوام برده خط در بین دوگانه هاش عینای ما به همان دختر داد. دیگه نمیدونم دختر خودش چه خیلی حس کرد. شاید دوگانه به حالی او خندیدن و یا او را مذاق کردن. دیر نگذشته گپ خودم شد. خط ما درونده در سرم شپید و رفت. جورهام باشم با جای دستگیری کردنشون خود به حالم خندیدن. یکی دیرکتری مکتب آورد. دیرکتر کانتر گفت ما گفتم دیگه تکرار نمیشه با همین تمام. لیک هر وقتی که میدیدم شد دلم گم میزد. گاه وقت کلاب میرم و از نزد خانه شو میگذارم میخوام بینم شه اما نمیبینمش. امیدوارم شوهر کردگیست و خوشبختانه زندگی دارد.